هیچ وقت یک زن سالم، یک دختر سالم نمیره وارد رابطه با یک آدم متأهل بشه، نمیره وارد زندگی یک زن متأهل بشه. چرا؟ چون برای خودش یک حد و حدودی داره. از نظر روانشناسی میگن آدم‌هایی میتونن به دیگران آسیب بزنن که قبلا خودشون آسیب دیدن و به عنوان یک رویکرد جبرانی میخوان از خودشون دفاع بکنن، اون احساس خشم خودشون رو خالی بکنن. یکی از انگیزه های مهم خانم ها یا دختر خانم هایی که وارد رابطه میشن با آدم های متأهل همینه، با مردهای متأهل وارد رابطه میشن، میخوان انتقام بگیرن. انتقام کی؟ انتقام خواهرش و مادرش و دوستش و توی دبیرستان، توی دوره راهنمایی، توی محیط کارش. خیلی جاهایی که نقش این گم شده، خیلی جاهایی که حق و حقوق این ضایع شده. این میاد انتقام اونهایی رو که زورش بهشون نرسیده از یه زن بدبخت متأهل دیگه ای میگیره. یه زن بدبخت متأهلی که یک مرد هوسبازی همسرشه، یک مرد ضعیفی همسرشه. خیلی از اینها وقتی با من باشون صحبت میکنم میگه این مرد اومد به من اصرار کرد، خواهش کرد، فلان کار رو انجام داد و من طعمه این مرد شدم، در صورتی که تو دقیقاً به صورت ناخودآگاه به دنبال چنین مردی بودی که بخوای خشمت رو روی زنش خالی بکنی. خیلی مراقب باش.